امروز ما کمی در موضوع پیدایش زامبی، حقیقت داشتن و یا نداشتن آن صحبت میکنیم. نوار را با دقت تماشا کنید، برای خود معلومات های مهم را میفهمید. زامبی گفته کسی را میگویند که با شنیدن نام آن کودک ها به لرزه در آمده فیلم های تخیلاتی خارجی به خاطر می رسد. اما حقیقت این گونه نیست. زامبی انسان بزرگ و قهرمان از قهرمان های دولت اسلامی در برزیلیا بود. او را همه با لقب قهرمان سیاه پوست می شناختند، چون که او زاده افریقا بود. زامبی پس از اشغال برزیلیا از جانب پرتغالیا شهرت پیدا کرد و بعد هجوم به ساحل‌های افریقای غربی ساکنانش به اسارت افتاده به مقصد تأمین مهنت در کشتی‌های سیاحی زندانی شدند. این ماجرا سال 1539 هنگام غلام شدن و به مسیحیت مجبور شدن آنها روی داد. ولی بعد از چند مدت، انیقترش سال 1775 قهرمان ما و شما با نام زامبی پیدا شد. او به دعوت مردم به دین درست یعنی اسلام آغاز کرده آنها را از غلامی آزاد نمود. و وقتی که پیروانش زیاد شد، او برای ساختن دولت اسلامی در برزیلیا شروع کرد که پایتخت آن شهر پالمیر یا اینکه پالمیراس بود. هنگامی که دولت اسلامی مسلمان ها در برزیلیا به رشد کردن آغاز نمود، مسیحیان برای از بین بردن آن با همدیگر متحد شدند و با این راه یک چند هجوم مسیحیانه یعنی کریستاوی پخات به دولت اسلامی برزیلیا گذرانیدند. خوشبختانه این هجوم‌های مسیحیان دیر دوام نکرد که قهرمان ما زامبی به آنها لذت شکست پی در پی را چشانید. زامبی بر ضد مسیحیان طول 50 سال مقاومت نشان داد. اما مسیحیان از هر گوشه و کنار زمین به هم آمده به دولت اسلامی برزیلیا هجوم می‌کردند. از سبب هجوم پی در پی بسیاری مسیحیان، دولت اسلامی کم کم به ضعیف شدن آغاز کرد که این سبب به خیانت دست زدن بسیاری از آنها شد. بعد از چند مدت دولت اسلامی برزیلیا به شکست سخت روبرو شد و خود زامبی نیز از پای افتاد. وقتی که پرتغالی ها زامبی را پیدا کردند، آنها او را عذاب و شکنجه زیادی کردند. بیرحمانه سرش را از تنش جدا نموده، عضوهای بدنش را پاره پاره کردند و به نزد مردم برده و مردم نشان دادند تا اینکه همه بداند که با زامبی چی شد. و این چنین پیروان او را نیز می‌کشتند و یا اینکه در بازار غلامان و فروش می‌گذاشتند. خلاصه مسیحیان مسلمان‌های آن جای را بیدم عذاب و شکنجه می‌کردند. این ظلم و ستم طول 20 سال دوام یافت تا اینکه نام زامبی فراموش شود و از خاطره ها دور گردد. بدیهی کار در آن است که امروز دشمنان اسلام تمام قوه و تلاش خود را برای پست زدن قهرمان ما زامبی و عموما همه ما مسلمان ها صرف می کنند. یعنی با تیار کردن هر گونه فیلم های دهشتناک بی اساس و این چنین بازی های گوناگون کامپیوتری که از عقل و شعور انسانی دور است، میخواهند به مردم نشان دهند که زامبی کی بود و پیروانش کی هستند. جای تعجبش نیست، ما نباید در حیرت بمانیم که دشمنان اسلام این عملها را انجام میدهند، چون که ما مسلمان ها خود نام آنها را فراموش کرده ایم و به گوش کردن ریپ و موسیقی و بازی های نادرستی که هستند با نام کانکورس مشغول شده ایم. اگر ما و شما عزیزان و بزرگان خود را فراموش کنیم، پس باید بدانیم که خود ما نیز فراموش خواهیم شد. دوستان عزیز، این بود کمی معلومات درباره یکی از قهرمان‌های مسلمان با نام زامبی. اگر شما از همین نوار برای خود کمی هم باشد معلومات گرفته باشید، پس لایک را زیر کرده به دوستان و رفیقانتان روان کنید. خیر تا ویدیوی نوبتی، در پناه خدا باشید.